السلام علیکم بیننده های عزیز را خوش آمدید می‌گویم در یک ویدیو نو ویلوگ و امید می‌کنم جور و صحتمند باشین در هر جایی که زندگی مونین. و امروز نه ویلوگ از ما از باره واک بود که رفته بودیم هردوی موقت مادر جان بیرون واکدو، چون آب و هوا کسی بسیار خوب صاف سوتره گرم بود. با زمین ترکسته مادر خودم بدر کرده بودم برای واک رفتم قچی کم قدم زدم، چون مادر مکسه زیاد نمیتونه راه رفته و اینجا ویلچر گرفته بودی و یم از گلهای طبیعت که بسیار خوبصورت خوشنما معلوم میداد. و کسانی که در مریابا زندگی منه جایی رو مفهمه میشناسه که کدام جای است، قضیه جای کسی آشنایه. باز آمدیم طرفی خانه که مادر جان خودش پیش میماد، من از پس خود را گفت بیا تا دیگه ویدیو خود را شما را در پناه خدا میسپارم. خدا نگهدار.